سلامی به عصری که پر از نور امید است، به لحظه هایی که با حضور شما درخشان تر می شود. سلامی به اندیشه هایی که مسیر آینده را می سازند، به دلهایی که برای امنیت و اعتماد می تپد. ما اینجاییم برای ساختن فردایی شفاف، فردایی که ترس جایش را به آرامش می دهد و سایه تردید با نور دانایی کنار می رود. در این عصر باشکوه همراه هم ریسک ها را می شناسیم، راه ها را می یابیم و آینده‌ای مطمئن‌تر را خواهیم ساخت. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. سلام علیکم. مهندس سرکار خانم شریفی زاد، شما خودتون دیگه سلام علیکم. نوشیدنی خوردید؟ شیرینی؟ بله یا نه خیر؟ بله. پس یه سلام قرار لطفاً. سلام علیکم. عصرتون بخیر باشه. خب مطمئنا خیلی از شما عزیزان حاضر در این محفل، در این سالن، کیا سر کار بودن امروز؟ دستو بالا لطفاً. خب تقریبا نصف سالن مشغول به کار و فعالیت بودن، ممکنه قدری خسته باشه. کیا منزل بودن و حالا به امور کارهای دیگه پرداختن، خیلی خسته نیستن؟ اون عزیزان هم دستشون بالا. آقا یه لحظه، جناب ترابی این موسیقی قطع بشه. آقا یه سری دستاشونو بردن بالا، گفتم ما سر کار بودیم. یه سری از دوستان میگن که ما منزل بودیم یا مثلا توی آفیس خودمون بودیم، کارهای خودمون رو داشتیم انجام میدادیم. یه سری نه گروه اول نه گروه دوم. الان داستان چیه؟ اون گروه سوم بلا تکلیف دستشون بالا. الهی بگرد. خب این گروه سومیه که یه مقدار خواسترن، به افتخار گروه اول و دوم یه دست جانانه بزنن. گروه اول به افتخار گروه دوم یه دست جانانه بزنه. گروه اول و دوم به افتخار گروه سوم یه دست بزنه. حالا نه به جان خودم اصلا اینجوری نمیشه. گروه اول و دوم و سوم به افتخار خودشون یه دست بزنن. راضی نمیشم، دلیل دارم. میدونی چرا؟ تا 6 و 7 بعد از ظهر اینجا حالا با هم دیگه کار داریم. گروه اول، دوم، سوم یه دست جانانه به افتخار خودتون بهتر میشه. با صدای این دستا تا پایان این نشست تخصصی خیلی کار داریم. خیر مقدم بهتون میگم. خیلی خوش آمدید. بنده امیر ضیایی هستم. ممکنه صدای من رو شنیده باشید، ممکنه نشنیده باشید، خیلی اهمیت نداره، ولی خیلی خوشحالم در جمع شما عزیزان هستم و امیدوارم این پنجمین نشستی که یه نشست متفاوت و خیلی تخصصی تره، رضایت اعضای هیئت مدیره جلب بشه و مهمتر از همه رضایت شما عزیزان. خاطرتون باشه نشست قبلی کی درش حضور داشت؟ خب مهندس شرقی و خانم شریفزاده حضور داشتن. از میهمانان ما کی حضور داشت توی نشست قبلی؟ چهارم. همه اولین بار منو دارید میبینید؟ مهندس همه نوون. خب این پنجمین نشست تخصصیه و خیلی متفاوت تر از نشست قبلی. حالا اگر شما در نشست قبلی هم حضور داشتید، خودتون در آخر این نشست متوجه خواهید شد که چه اتفاقاتی میفته. 2 تا سورپرایز هم داریم که متوجهش خواهید شد و هدف ما یه آگاهی بخشی بیشتر رو ترجیح با همین صحبت بکنم. در یه حوزه مهم رمزدارایی ها که دغدغه خیلی از شما عزیزانی که به نظر من نخبه این حوزه هستید و امیدواریم 3 پنل مهم تخصصی که امروز
برگزار میشه خیلی از دغدغه‌ها ابهامات شما رو پوشش بده. یه موضوع مهم دیگر رو هم میخوام خدمتتون عرض بکنم و اون اینه که ما در جمع همدیگه قرار گرفتیم یه اتمسفر وجودی تخصصی برای اینکه این درد دلها بازگو بشه، این دغدغه‌های فکری در حوزه بلاکچین و رمزارزها بازگو بشه و متفکرین و متخصصین و نخبگان و صاحب نظران این اتفاق در جمع ما هستن و قطعا این شبکه‌سازی‌هایی که حالا قبل از مراسم و بعد از مراسم اتفاق میفته یه نقشه راه خوبی رو برای همه شما عزیزان ترتیب میده و لازم میدونم تشکر بکنم از همه عزیزانی که برای تدارک پنجمین نشست تخصصی بلاکچین ایران از ماها قبل خیلی تلاشا کردن. نشست قبلی ما یه حال و هوایی داشت. چرا؟ چون 48 ساعت نکشید که رفتیم وسط جنگ. آره، امیدوارم این نشست پنجمه متفاوت باشه و بعد از نشست آرامش در وجود هممون و حالا بازار و اقتصاد حکم فرما باشه. یه دست جانانه بزنیم برای تمام عزیزانی که برای تدارک این نشست پنجم خیلی تلاش کردن. خب اما دوستان، 3 تا پنل تخصصی رو من خدمت شما عزیزان یه مقدمه خدمتتون عرض میکنم. مدیریت ریسک و مقررات گذاری به ویژه ماجرای تتر رو بررسی میکنیم. چالش های فورس ماژور و امنیت سایبری رو بهش میپردازیم. آینده زیستبوم فعالان اقتصاد دیجیتال و مسیر همگرایی خدمت شما عزیزان ارائه میشه و تفاوت این دوره با همه دوره های قبلی که خدمتتون عرض کردم اینه که رسانه ها، خبرنگاران و حتی کاربران تخصصی امروز در جمع ما هستن و این دغدغه‌مندی برای ریاست محترم بلاکچین ایران وجود داره و سعی میکنیم در حد بضاعتمون و تخصص عزیزان در طی این چند سال پوشش داده بشه و با دست پر این نشست و محفل دوستانه و تخصصی رو ترک بفرمایید. اما لازم میدونم دعوت بکنم از ریاست محترم هیئت مدیره بلاکچین ایران سرکار خانم مهندس شریفزاد که در جمع ما هستن و قطعا حضور ایشون و همینطور ریاست کمیته خودتنظیمگری که تا گزارشات تحولات اخیر و اقدامات انجمن رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنن. این گزارش همون چیزیه که خدمتتون گفتم، در واقع یه ورودی برای 3 تا پنل تخصصی ما انشالله خواهد بود. لطفاً با صدای دستاتون سرکار خانم مهندس شریفزاد رو مشایعت بفرمایید. به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همگی حضار گرامی. خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوشحالیم که در نشست پنجم فعاله تبادل در خدمتتون هستیم. ممنونم از همگی همکاران گرامی، مدیران محترم کسب و کارها از دور و نزدیک. میدونم که یک سری از همکارا از شهرستان تشریف آوردن، قدم رنجه فرمودن. خیلی ممنون و سپاسگزارم. به قدم پنجم رسیدیم، قدمی که به هر حال قبلش یک سری چالش ها رو هم بیشتر از قبل تجربه کردیم. از نشست قبلی تا این نشست متاسفانه شاهد یک جنگ تحمیلی 12 روزه بودیم. یک جنگی که علاوه بر مصائب و مشکلاتی که برای زندگی، آسایش و آرامش در واقع عزیزانمون بود، متاسفانه فضای کسب و کارها هم با التهاب مواجه کرد و بعد از مدت‌ها اون کلمه فورس ماژور رو به واقع حداقل نسل‌های جدیدتر باز سهم پدران و مادران و نسل‌های قدیمی‌تر یک تجربه رو داشتن. نسل‌های جدیدتر هم متاسفانه طعم جنگ رو مجدداً چشیدن. امروز در خدمتون هستم. با توجه به تعدد زیاد برنامه‌ها و مواردی که فشردگی برنامه هست می‌خوایم خدمتون داشته باشیم، یک سری اطلاع رسانی‌های ویژه‌تر این رویداد رو پنل محورتر کردیم تا بتونیم یک سری از اقدامات رو به صورت ویژه‌تر بهش بپردازیم و خدمتون داشته باشیم. من خیلی کوتاه یک گزارش از عملکرد انجمن رو خدمتون خواهم داشت. نسبت به پیگیری که ما توی این مدت داشتیم، همونطور که خدمتون گفتم بحث
فورس ماژور رو شاهد بودیم. اقدامات مهمتری که انجمن در این 3-4 ماه گذشته انجام داد رو تقدیم حضورتون میکنم و انشالله در پنل ها بیشتر صحبت میکنیم. طی این مدتی که در واقع ما شرایط حاد رو سنجیدیم و از یک سری موارد هم عبور کردیم، رسیدیم به یک سندی که خیلی وقت بود توسط تشکل‌ها در همکاری با سازمان‌ها تنظیم می‌شد و اون هم سند ضوابط تبلیغات کسب و کارهای تبادل رمزدارایی بود که توسط وزارت ارشاد منتشر شد. این سند در واقع داره به صورت قاطعانه ضوابط و الزامات تبلیغات رو به کسب و کارها در واقع معرفی میکنه و ذیل این سند کسب و کارها میتونن در چارچوب اون تبلیغاتی رو داشته باشن. اما مسلماً در خود سند هم اومده که این کار باید با در واقع صدور مجوز برای کسب و کارها انجام بشه. این مجوز هنوز برای هیچ کسب و کاری صادر نشده و هیچ کسب و کاری هنوز اجازه تبلیغات در حوزه رو ذیل این سند نداره. اما در خود این سند هم اشاره شده بود که تشکل‌های مرتبط با این حوزه لیست کسب و کارهای عضو نظام خودتنظیمگری رو در اختیار وزارت ارشاد قرار بدن تا اونها با کسب و کارهای لایه شفاف در این مدت آشنا بشن. انجمن بلاکچین یکی از اقداماتی که داشت ارسال لیست کسب و کارهای عضو نظام خودتنظیمگری انجمن بلاکچین که نزد انجمن پرونده دارن و پایش میشن و به صورت شفاف بررسی میشه عمل کردشون رو انجام داد. این یکی از اقدامات مهم ما بود که الان تمام کسب و کارهای عضو انجمن لیستشون برای وزارت ارشاد در لایه شفافتر ارسال شده تا زمانی که بحث صدور مجوز هم انجام بشه. موضوع بعدی همونطور که قبلا هم در جریانش بودید یک سری سلسله مکاتباتی بود که ما با دفتر ریاست جمهوری داشتیم. این سلسله مکاتبات ما از دی ماه 1403 با مسدودی درگاه پرداخت کسب و کارها که متاسفانه الان بالغ بر 10 ماه هست، 9 ماه هست که این درگاه ها مسدوده و هنوز هم اقدامی براش انجام نشده. جا داره یک تشکر ویژه بکنیم از معاونت پیگیری‌های ویژه دفتر ریاست جمهوری. ما از بهمن 1403 مکاتبه‌ای رو با در واقع این معاونت و دفتر ریاست جمهوری پیروی تذکر و بحث رسیدگی به مشکلاتی که برای کسب و کارها به وجود اومده و تبعاتی که این مسدودی براشون رقم زده رو داشتیم. در این سلسله مکاتبات معاونت پیگیری‌های ویژه به همت این معاونت پاسخی از بانک مرکزی برای انجمن بلاکچین واصل شد. این پاسخ به دست ما رسید ولی متاسفانه همون صحبت‌های همیشگی و تکرار مکررات بود که همه در جریانش هستیم. و اقدام آخر ما در رابطه با این سلسله مکاتبات پاسخ متقابلی بود که هفته گذشته انجمن بلاکچین داشت و مجددا نسبت به اتفاقات اخیر ما توی 1-2 ماه گذشته 2 تا پیشنویس جدید رو از بانک مرکزی در حوزه رمزدارایی ها شاهد بودیم که در اسلاید بعدی خدمتتون میگم. اما در پاسخ جدید ما به دفتر ریاست جمهوری مجدداً این بار ما با یک پیوست 5 تا از پیوست‌های این پیشنویس رو ما به فاز تحلیل، مقایسه، تبعات و وضعیت کسب و کارهای تبادل رمزارز پرداختیم و با این 5 تا پیوست برای معاونت ویژه فرستادیم که کاملاً به صورت آماری و تحلیلی تبعات محدودیت‌های اخیر رو، تأثیرش رو بر کاربران، تأثیرش رو بر کسب و کارها با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و ایجاد فضای رانت و انحصار داشته باشه.
موضوع بعدی بحث آگاهی بخشی پوشش ریسک های استیبل کوین های متمرکز بود که به ویژه از بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه این موضوع بیشتر بولد شد. انجمن بلاکچین قبلا هم در رابطه با این موضوع اطلاع رسانی ها رو در فازهای مختلف انجام داده بود. مجدداً در ماه‌های گذشته ما یادآوری رو به کاربرانمون داشتیم، به کسب و کارها داشتیم. یکی از اقدامات ارائه در واقع گزارش‌های تحلیلی، آگاهی بخشی و مقالات آموزشی به کاربرا و کسب و کارها بود که یکیش ارائه 8 راهکار پیشنهادی و تلفیقی. تأکید ما در ارائه این 8 راهکار این بود که هر کدوم به تنهایی نمیتونه پوشش ریسک رو برای ما یا کسب و کارمون رقم بزنه و حتما باید در ترکیب و توامان با هم باشه. در رابطه با این موضوع در قالب پنل اول بیشتر در خدمتتون هستیم و بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. موضوع بعدی درخواست انجمن بلاکچین در خصوص تعیین تکلیف وضعیت کسب و کارهای تبادل رمزدارایی بود. مشخص شدن لایه‌های کسب و کارها یه درخواستیه که ما در موضوع شفافیت بخشی به کسب و کارهامون سالهاست داشتیم. در این روال هم اقدامات خوبی انجام شده، اما هنوز ما شاهد اون شفافیت واقعی نیستیم که اگر یک مصوبه، یک پیشنویسی، یک الزاماتی به این اکوسیستم تزریق میشه، مجری این الزامات دقیقاً کیه؟ ما الان میدونیم با طیفی از کسب و کارها در نظام خودتنظیمگری تشکل‌ها از جمله انجمن بلاکچین مواجهیم. اما اگر مصوبه‌ای میاد، کاربر از کجا بفهمه که با کی طرفه باید چیکار بکنه؟ پیروی این قضیه انجمن بلاکچین 1 ماه پیش در وبسایت خودش و در صفحه خودتنظیمگری اقدام به ایجاد سامانه استعلام کسب و کارهای عضو نظام خودتنظیمگری انجمن کرد. کاربران، سازمان‌ها، سایر کسب و کارها، هر کسی که میخواد بدونه حداقل فعلا در همین فضای خاکستری کدوم کسب و کاره که توی یک تشکل عضو پرونده داره، مشخصه، مدیرانش، ساختارش مشخصن، لایه شفافتری دارن، میتونن با مراجعه به صفحه وبسایت انجمن بلاکچین این استعلام رو در گام اول داشته باشن. ممنون میشم. اسلاید بعدی. من بحث رو خلاصه میکنم، انشالله در موارد پنل ها در خدمتتون هستیم. 2 پیشنویس مهم رو ما در 1 ماه گذشته توسط بانک مرکزی شاهد بودیم. بحث اول پیشنویس سند ضوابط تأسیس، فعالیت و نظارت بر کارگزاران رمز بود که البته این پیشنویس به صورت غیر رسمی بود، صرفاً از طریق گروه‌ها به دست کسب و کارها همکاران رسید، اما خب واقعاً یک نگرانی عظیمی رو بین کسب و کارها ایجاد کرد و اون هم دایره وثایقی بود که در این سند ازش رونمایی شد، حداقل در لایه کسب و کارها، و اون هم وثایق یک همتی برای کسب و کارها بود. کسب و کارهایی که خیلیاشون حتی تازه تأسیس شدن و هنوز به لایه بلوغ هم نرسیدن. ما توی این پیشنویس مکاتبات زیادی رو با سازمان‌ها داشتیم. بحث در واقع در معرض توقف و رانت کسب و کارها رو مطرح کردیم و اینکه در واقع این محدودیت‌ها بخش اعظمش کاربران رو متوجه میشه و سرمایه‌ها رو، که در واقع با این محدودیت‌ها ما شاهد در واقع خروج سرمایه‌ها از کشور هم خواهیم شد. و موضوع بعدی بحث رهنگاشت فینتک، وعده تحول یا واقعیت محدودیت. ما توی رهنگاشت فینتک بانک مرکزی شاهد بودیم که بانک مرکزی درخواست در واقع ارائه پیشنهادات، انتقادات و نظرات فعالان اکوسیستم رو در رابطه با این سند داشت، اما وارد سند که شدیم ویترین سند خیلی قشنگ بود. رهنگاشت فینتک. برای اعضای کارشناس معمولا سوال پیش میاد آیا اصلا رهنگاشت فینتک باید توسط بانک مرکزی نوشته بشه؟ گیریم که به هر حال قانون هر
موقعیت دیگه این فضا رو به بانک داده باشه و این تنظیمگری برای بانک ایجاد شده باشه. اما وقتی وارد سند میشی دوچار کلماتی مثل صرفاً میشی. یعنی وقتی میرسی به بحث نوآوری میبینی تو بزنگاه نوآوری در دل این سند داره میگه صرفاً بانک مرکزی این کار رو انجام میده، صرفاً بانک مرکزی این نظر رو میده. حالا شما هم نظرت رو بگو، ولی من بانک مرکزی هم که در آخر تصمیم میگیرم. خب قطعاً از جایگاه رگولاتور و قانونگذار این یک امر طبیعیه برای نظم بخشی به اجرا و فاز عملیاتی. اما آیا واقعاً این کار در اجرا و فاز عملیاتی هم انجام شده؟ تجربه‌ای که ما توی این سالها داشتیم هم از سمت اجرا و عملیات خود بانک و هم حضورمون در جلسات چنین چیزی نبوده. چرا؟ اسلاید آخر ممنون میشم. وضعیت کسب و کارهای رمز ارز ما امروز مثل یک رهگذریه که داره از خیابون میگذره دنبال نونواییه. نونوایی رو پیدا میکنه، میبینه تابلو داره، مجوزم داره، شماره مجوزم زده، ویترین رو نگاه میکنه میبینه چیزی تو ویترین نیست، در رو میخواد باز کنه بره تو، میبینه در بسته است نمیتونه بره تو، ولی یه صداهایی هم داره میاد از داخل مغازه. خب پس اگر این نونوایی داره کار میکنه چرا من نمیتونم نون بخرم؟ وضعیت ما الان اینه که بانک مرکزی محترم، نماینده های محترم سازمان های ما داخل نونوایی نشستن با تفکر اینکه نون برسونیم به دست مردم. داریم مصوبه می نویسیم، پیشنویس می نویسیم، اما من رهگذر هنوز دارم رد میشم، با یه مغازه بسته مواجه میشم. حالا یه نونوایی‌هایی هم قبلا بودن مثل کسب و کارهای قدیمی که داشتن کار میکردن، ولی من هر روز دارم سهم آرد و گندم اون نونوایی‌ها هم کمتر میکنم با این نونوایی جدیده. بحث رانت و انحصار ما هم توی کسب و کارهای تبادلمون امروز شده این. من یه رهگذریم که 10 ساله به انتظار رگولاتوری و تنظیمگری حوزه رمزارز منتظرم تا از داخل در واقع فضای رگولاتوری یه لاین شفاف واسه خرید نون به من ارائه بشه، ولی نشده. نتیجه چیه؟ من که نمیتونم دست از نون خریدن بکشم. اگر این نونوایی درست به موقع با یه تصمیم خوب کارشو انجام نده، من یا باید خودم نون پختن رو یاد بگیرم یا باید برم از همسایم بگیرم. هر دوتاش ریسک داره. پس بهتره که توی فضای تنظیمگری و قانونگذاری این انتظار رو به پایان برسونیم با یک تنظیمگری مناسب. انشالله در خدمت هم کاربران، هم مردم و هم کسب و کارهای لایه شفافمون باشیم. اونهایی هم که به واسطه این عدم شفافیت و این لایه خاکستری دارن بین کاربرها هرج و مرج ایجاد میکنن و اونها رو وارد فضای ریسک میکنن، قطعاً با فضای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی هم از طریق کسب و کارهای شفاف و دغدغه‌مندمون هم از طریق سازمان هامون به مسیر درستش هدایت بکنیم. وقتتون رو گرفتم. انشالله در پنل های بعدی در خدمتون هستیم. سپاسگزارم.